چطوری مارکوس؟ چرا کم پیدایی؟ رابرت، من مرد عنکبوتیم. چی؟ میشه یه دقیقه صبر کن؟ نه باخ. آفرین مارکوس، خیلی باحاله، ولی واقعا بیون اعصابم یخته. خب تو وقتی میتونی خودت باشی چرا میخوای مرد عنکبوتی باشی؟ رابرت، 10 نفر رو حریفم. چی؟ منظورتو نمیفهمم مارکوس. در شبی که گذشت اتفاق عجیب و غریب افتاد تو فوتبال. هی صبر کن، چیکار میخوای بکنی؟ شاپالاخ. هی نه صبر کن مارکوس، صبر کن. هی چیکار داری میکنی؟ چرا مردمو میزنی؟ این بنده خدا که اصلا کاری به ما نداشت، گناه داره. رو مخمه. هی صبر کن مارکوس، صبر کن. ور ما بلسن مارکوس، گناه داره. نمیفهم شما دنبال چی هستی؟ من بیسکویت نیلیتو. خب آقای مارکوس، یه لحظه منو نزن شما، من برم از انباری براتون بیارم. ای خدا. مارکوس ازش عذرخواهی کن. معذرت. خدای من. باید برم، مردم نیویورک در خطرن. نه مارکوس، هیچ اتفاقی تو نیویورک نیفتاده. میشه تمومش کنی؟ خواهش میکنم. سختانش سر رابرت. هی صبر کن. نه چی گرفتی؟ نیلیتو. هی به خاطر یه کیک داشتی این بدبختو میزدی؟ به نظرم برو ازش عذرخواهی کن. ببخشید عزیزم، گشنم بود. حالا اشکالی هم نداره، بالاخره اتفاقه دیگه. ای وای شاپالاخ. ای مارکوس صبر.